به نام خداوند مهربان. فاطمه رسولی هستم، رئیس شرکت کوشانیان جیلری. 5 سال می شود وارد رشته زیورات‌سازی شدیم. 3 سال در انستیتوت مسلکی فیروزکوه در این بخش آموزش دیدیم. بعد از فارغ شدن شرکت کوشانیان جیلری را تأسیس کردیم. 8 نفر با ما کار می کند. ما هر قسم زیورات می سازیم با طرح‌های قدیمی و مدرن و دیزاین های کاملا جدید. برای ساختن زیورات از سنگ‌های طبیعی که از معادن افغانستان استخراج می شود استفاده می کنیم. ما 6 ماه می شود با وبسایت اصیل معرفی شدیم. کار کردن با وبسایت اصیل و ما کمک کرد که سطح فروشات ما بالا برود و هم محصولات خود را به بازارهای بیرون از افغانستان صادر نماییم. نام برند ما در وبسایت اصیل کوشانیان جیلری می باشد. از کار کردن با وبسایت اصیل خیلی راضی هستیم. اصیل فرصت خوبی است برای برند ما. هدف ما از ایجاد شرکت کوشانیان جیلری جهانی ساختن این شرکت و حفظ فرهنگ صنایع زیورات دستساز افغانی می باشد و همچنان ایجاد کار برای خانم ها. علاقه‌مندان محصولات ما می تواند محصولات ما را از طریق وبسایت اصیل دیدن و خریداری نماید. تشکر از حمایت شما.